یه داستان هالیوودی از جنگم میگم براتون. یه بابایی بود به اسم حسین علم الهدی، اهوازی هم بود. ایشون قبرش هم تو هویزه است. از شاهکارهایی هم که توی جنگ داشته این بوده که هویزه رو داد رفت. حسین علم الهدی. آقا ما بار داشتیم زندگی نامش رو میخوندیم، دیدم به یه موضوعی برخوردم، حقیقتا موهای سرم ریخت. واقعا نمیدونست، یعنی واقعا نوبر بود اون قسمتی رو که من خوندم، نحوه مرگش بود. و حسین علم الهدی تو هویزه داشته می جنگیده، به یک بار مورد اصابت همزمان 3 گلوله تانک قرار میگیره. مگه داریم؟ مگه میشه؟ گلوله تانک اولی بزنه به یه نفر تیک پارش میکنه. 3 گلوله تانک همزمان. خب برادرم ای تو بالیوود هم قفله. حالا بذار براتون بگم. گفت گلوله اول 3 گلوله همزمان تانک میخوره بهش، این میمیره. حالا چجوری حتما بوده؟ گلوله اول خورده احتمالا بهش گفته اوخ هیچیم نشد. تانک دوم اومده یه گلوله زده یکم زخمی شده، 70% جونشو برد. تانک سوم زد کارشو تموم کرد. چی بگم من؟ بعد میگن چرا میخوای از جنگ فاصله بگیری؟ خب اینا رو میبینم با من چطور جام ادامه بدم؟ آخه تو رو خدا به من بگید 3 گلوله همزمان تانک خورد بهش و اولی هیچ اصابت تأثیری نداشت، بعد اصابت دومی هم تأثیری نداشت، سومی زد دیگه 8 تبلکوش کرد. بابا برادر من تو رو خدا اینقدر بالیوودی نکنید جنگو. اون از زهرا حسینیتون که میگه 106 دست گرفتم رفتم خط مقدم جنگیدم، اینم از این 3 گلوله همزمان تانک. مگه تو کتم نمیره اینو به خدا؟ چی بگم والا؟ ول کن بابا اصلا بیخیال.